چجوری در وام کردی؟ با کارت تلفن رفتم توی خونه دیدم صاحب خونه کسی نیست، ولی عطر غذا پیچیده توی این خونه. منم گشنه رفتم تو آشپزخونه به خیال و راحت انگار تو خونه خودم. عشان غذا رو اجاق برداشتم برای خودم کشیدم و خوردم و جاتون خالی. ظرفا رو شستم و گذاشتم سر جاش. همونجوری رفتم تو همونجوری برگشتم، در بستم، چیزی دیگه بر نداشتم، دست ندارم. چرا؟ به خاطر این نمونمه که اون خونه رو خوردم. اون لاپله داشتم میامدم، در حیاط شروع شد، صاحب خونه با زن و بچه روبرو شدم به هم دیگه. گفت تو چی کاره؟ گفتم من دوزم. همینجوری روبرو شدم دیگه. خب گفت من چی کار؟ گفتم اومدم دزدی. چیزی هم داری میبری؟ گفتم نه اومدم داشتم بود، غذا خوردم، ظرفاتونم شستم گذاشتم سر جاش. زنش دست به جیب کرد، اون زمان 400,000 پول گذاشت جیب من. گفت برو ولی دیگه این کارو نکن. به خاطر این نمونمه که اون خونه رو خوردم.